در دوردست‌های کوهستانی جنگلی وجود داشت که مردم دهکده آن را جنگل نجواها می‌نامیدند. گفته می‌شد که درختان آن جنگل با باد نجوا می‌کنند و هر کس واردش می‌شود یا گنجی عظیم پیدا می‌کند یا برای همیشه گم می‌شود. آریا جوانی ماجراجو و کنجکاو از کودکی داستان‌های جنگل نجواها را شنیده بود. او مصمم بود تا راز آن را کشف کند. با یک نقشه قدیمی، چراغ قوه، یک دفترچه برای یادداشت‌هایش و یک کوله پشتی کوچک راهی جنگل شد. نقشه‌ای که آریا داشت متعلق به مادر بزرگش بود که سالها پیش در همان جنگل گم شده بود. گفته میشد که این نقشه جادویی است و راه رسیدن به یک شهر گم شده را نشان می‌دهد، اما تنها کسی که قلبی شجاع و ذهنی باز دارد می‌تواند معماهای آن را حل کند. چالش اول درخت سخن بود. وقتی آریا به وسط جنگل رسید، صدای زمزمه‌ای شنید. یک درخت عظیم با چشمانی درخشان گفت: برای عبور از اینجا باید راز من را بفهمید. چه چیزی بدون نفس زنده است اما هرگز نمی‌میرد. آریا با دقت فکر کرد و گفت: خاطره ها. درخت لبخند زد و راه را باز کرد. چالش دوم، پل معلق. آریا به پلی رسید که روی دره تاریک آویزان بود. روی پل پازل هایی حک شده بود که اگر اشتباه می‌کرد پل فرو می‌ریخت. او هر قدم را با دقت برداشت و معماها را حل کرد تا به سوی دیگری برسد. در انتهای جنگل آریا به دروازه‌ای سنگی رسید که با نقشه هماهنگ بود. دروازه با زمزمه باز شد و شهری باشکوه با ساختمان‌های طلایی نمایان گشت. در مرکز شهر کتاب قدیمی روی سکویی قرار داشت که داستان تمام ماجراجویانی که تا به حال وارد جنگل شده بودند را نوشته بود، از جمله مادر بزرگ آریا. آریا فهمید که جنگل نجواها جایی بود که فقط کسانی که به دنبال حقیقت و کشف درونی بودند می توانستند گنج واقعی را بیابند. گنج دانش و خردی بود که جنگل به آنها می بخشید. او با دفترچه پر از یادداشت‌ها و قلبی سرشار از تجربه به دهکده بازگشت، اما قول داد که راز شهر گم شده را حفظ کند تا تنها شجاع‌ترین ها آن را پیدا کنند. یادتون نره بازم مثل همیشه کانال ما را سابسکرایب کنید و یادتون نره ما اینجا هستیم با بهترین، بروزترین و در این حال قشنگترین داستان‌ها در خدمت شما. امیدوارم که از این داستانم خوشتون اومده باشه.